سلام دوستان، حالتون چطوره؟ یه بار برای همیشه میخوام مقوله فلش کردن گوشی بهتون توضیح بدم که دیگه به مشکل نخورین. ببینید داخل این ویدیو میخوام در مورد گوشی آیفون، سامسونگ، شیائومی و هواوی صحبت بکنم که بیشترین کاربرد رو داره. چرا؟ چون ببینید من هر روز اینجا توی محیط کارم دارم میبینم و اینکه مردم بیشتر با چه مشکلاتی مواجه هستن. اگر هم مشکل خاصی بود که داخل این ویدیو نبود، حتما زیر این در واقع پست یا ویدیو برام بذارین، توضیح میدم بهتون و اینکه یه دونه کلیپ در موردش براتون میسازم. خب بریم سراغ اصل مطلب. ببینید بچه‌ها، یه زمانی هستش که شما رمز رو داری، اثر انگشت رو داری، چهره رو داری و میخوای گوشی تو بازنشانی کارخانه بکنی. گوشی حالا میخوای به کسی بفروشی یا میخوای به کسی تحویل بدی یا به هر دلیلی، اصلا فکر کن حافظت پر شده، میخوای که همه چیز پاک بشه. خیلی مهمه بچه‌ها دقت بکنید. تو گوشی آیفون شما باید حتما از اپل ایدیت خروج بزنی. چرا؟ چون بعد از اینکه گوشی تو ریست فکتوری میکنی، وقتی که میاد بالا میره گیر میکنه روی اپل ایدی. پس دقت کن، ممکن اپل ایدی مال کسی دیگه باشه، قبلش این کارو انجام بده که بعدش به مشکل نخوری. موضوع خیلی مهم. تو گوشی‌های سامسونگ ممکنه که شما جیمیل داشته باشی، پس حتما جیمیل تو بردار بعد فلش کن. اتفاقا یه مورد هم اینجا دارم، شارژ نداره. حالا تا این ویدیو تموم شه من اینو میزنم شارژ که براتون اینو بگم داستانش از چه قراره اگه یادم نره. پس جیمیل رو تو گوشی سامسونگ برداریم، بعد بریم بازنشانی کارخانه انجام بدیم. تو گوشی هواوی هم در واقع هواوی اکانت رو بردارید و جیمیل رو هم بردارید چون دو تا حالت داره، و توی گوشی شیائومی هم برید و می اکانت و جیمیلتون رو بردارید، چون اینا خب خیلی داستان داره. یعنی قفل می اکانت رو فکر میکنم خیلیاتون نمیدونید، سعی میکنم که در مورد قفل می اکانت یه پست براتون بذارم. اونا رو بردارید و در واقع بعدش گوشی رو فلش بکنید. این از مقوله داشتن رمز و اثر انگشت و چهره. ردیفه. بریم بعدی. یه زمان دیگه هستش که شما اثر انگشت و چهره رو گوشی میخونه اما رمز رو یادت رفته. خیلی وقت پیش میاد یه مدت طولانی از گوشی استفاده کردی اما رمز رو یادت رفته، اثر انگشت و چهره تو میخونه. بهترین کاری که میتونی انجام بدی چیه؟ اینه که اطلاعاتتو برداری، گوشی تو فلش کنی. مورد داشتم اینجا تجربی بهتون میگم، به مشتری اینو گفتم، فرداش اومد گفت آقا بر نداشتم اطلاعاتو، دیگه اثر انگشت و چهره‌م هم دیگه نمیخونه. چرا؟ به دلایل امنیتی میگه رمزو بده، یا اینکه گوشی یه بار خاموش روشن کرده گفته رمزو بده و گیر کرده. اون موقع باید کلی هزینه بدون حذف اطلاعات بدی و گوشی تو باز بکنی. قابل انجامه ولی کلی هزینه باید بدی. خب اینجوری که شما میتونی در واقع رمزتو میتونی اطلاعاتو برداری و گوشی تو فلش بکنی. اینم از این مقوله. پس حتما اطلاعاتتون رو بردارین. خب میریم سراغ مقوله بعدی که شما رمز کلا نداری، اثر انگشت چهره‌ت هم نمیخونه و توی این حالت باید چه کار انجام بدیم؟ اینم روشن بشه. توی این حالت بچه‌ها شما باید استعلام بگیری ببینی که گوشیت بدون حذف اطلاعات باز میشه یا نه. الان با تکنولوژی‌های جدید و برنامه‌هایی که ما داریم خیلی از گوشی‌ها دارن باز میشن. خب تا قبل از در واقع اینها ما گوشه خاصی رو باز میکردیم ولی الان خیلی از گوشه دارن باز میشن. استعلام بگیرید از ما که بتونیم بدون حذف اطلاعات بازش بکنیم. این گوشی سامسونگی هستش که در واقع رمز رو یادشون رفته، گوشی رو فلش کردن و اومده رو قفل جیمیل گیر کرده و متاسفانه اسم و رمز جیمیل رو ندارن و جیمیلش در حال حاضر آنلاینه. الان در حال حاضر یه چیزی هولوش 6-7 تومن هزینه برداشتن قفل جیمیلشونه. البته همه گوشی اینجوری نیستن، خیلی از گوشی‌ها با مبالغ خیلی پایین‌تر باز میشن ولی از شانسشون این گوشی آنلاینه. خیلی مخلصم، مراقبت کنید. امیدوارم که مفید باشه. هر چیزی که هستش این زیر برام بنویسین و مراقبت کنین دیگه. سعی کردم کامل توضیح بدم که به این مشکلات نخورین و الکی هزینه براتون به دنبال نداشته باشه. خیلی مخلصم، من فرشادم و مراقبت کنید.